یاد دبستانی من با من و همراه من. ما انتخابات رو محکوم میکنیم، خواهان رفراندوم هستیم و انتخابات رو از این جهت محکوم میکنیم که هنوز کاندیدای قبلی توی زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند و تا زمانی که اونا آزاد نشن ما نمیتونیم انتخابات آزاد بی فرهنگی ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلایه آدماش دست من و تو باید این پرده ها را پاره کنه. کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟ یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. ما امروز 12 فروردین اینجا در پارلمان اسکوئر جمع شدیم به دعوت صدای موج سبز در اعتراض به 12 فروردین انتخاب مهندسی شده و خیلی شب بازی جمهوری اسلامی. 34 سال پیش رفراندومی انجام شد در کشور ما که در اون اصلا هیچ ضوابط دموکراتیک رعایت نشد. بین آزادی، انتخاب آزاد و شرکت آزادانه مردم یک فاصله وجود داشت که مردم انتخاب راستی نداشته، یعنی با رأی دادن آری و نه در انتخابات شرکت کردن که آری به معنی رأی دادن به جمهوری اسلامی بود و نه یعنی هیچ. وقتی که پرسیده بشه که رأی نه به چی بوده جوابی نداره. آری به زمان در آن زمان به جمهوری اسلامی بود که معلوم نبود که چه نظامی خواهد بود و چه خواهد شد و نه یعنی تمام سیستم های شناخته شده و نشده جهان و مردم در اون زمان باور داشتن که جمهوری اسلامی پول نفت و خرجانها و آب و برق مجانی خواهد شد، دین در حکومت نخواهد بود. صحبت های آیت الله خامنه‌ای بود که من در ریاستی نخواهم داشت. تمام بر این باور بود که جمهوری اسلامی یک نظام دموکراتیک و آزاد و نه یعنی تمامی نظام ها و مردم متاسفانه در اون موقع متوجه نشدن و جواب با رأی آری منجر شدن که نظامی که معلوم نیست حاکم شد در ایران و در حال حاضر کشور ما ویران شده از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و از نظر فرهنگی. امیدوارم که بتونیم ما ایرانی‌ها در اینجا تجمع کردیم، خواهان آزادی هستیم، خواهان آزادی زندانی‌های سیاسی، ما خواهان ایرانی آزاد هستیم. امیدوارم روزی برسه که ایرانی آزاد و همه ایرانی‌ها در کنار هم زندگی کنیم. امیدوارم.